پاشو برو یه دونه بطری نوشابه بخر و خونتو باهاش برق بنداز. قدرت نوشابه باور نکردنیه، تا انجامش ندی متوجه نمیشی. اگر وسیله توی خونه داری که زنگ زده، بذارش داخل یه ظرف، روش هم نوشابه بذار یه ساعتی بمونه، بعد با آب چند بار بشورش، دوباره مثل روز اولش میشه. صابون ظرفشویی بریز داخل نوشابه و حسابی تکونش بده تا مخلوط بشه. حالا کاشه‌ای آشپزخونه یا هر چی که فکرشو میکنی چربی گرفته رو باهاش تمیز کن. مایع لباسشویی بریز داخل نوشابه و حسابی تکون بده. بعد گوشه‌های کابینتت یا داخل کابینت زیر سینکت به خاطر رطوبت کپک زده رو راحت تمیز کن. اگرم کتریت رسوب گرفته، داخلش نوشابه بریز و بذار یکم بجوشه، بعد بشورش، مثل روز اولش میشه. داخل نوشابه یکم پودر لباسشویی بریز و حسابی مخلوطش. حالا هر چی لکه روی سرویس بهداشتی تو باهاش تمیز کن. داخل نوشابه سفیده تخم مرغ بریز و حسابی مخلوطش کن. حالا شیرالاتی که زنگ زده یا پر از لکه و رسوبه باهاش تمیز کن. داخل سینک ظرفشویی خمیر دندون، نمک، جوش شیرین، سرکه، در آخر نوشابه بریز و صابون ظرفشویی. حالا داخلش آب بریز و قشنگ مخلوطش کن. حالا قابلمه‌اتو بذار داخلش، بذار قشنگ خیس بخوره. در آخرم با یه اسکاچ نرم راحت بشوره. سرکه و نوشابه رو با هم مخلوط کنی، آینه ها و شیشه هاتو میتونی باهاش برق بندازی. نوشابه، الکل، مایع صابون، جوش شیرین، سرکه رو بریز داخل ماشین لباسشویی، بعد روشنش کن. کاملا رسوباتش رو میگیره، تمیزش هم میکنه، تازه بوی بدش هم میگیره. راستی اون لایک خوشگل واسه من بزنی ها، یادت نره. پیج منم فالو داشته باش، چون تا ات کلی ترفند دست اول میخوام یادت بدم. پس حتما کلمه عید واسه من کامنت بذار.